درودی به پایان، خوش آمدید به کانال قبشناس شیرین ابران و به زبان ازبکی تاجیکی من ویدیو میکنم. به سوالهای شما درباره کوتا در ماه ایون جواب میدهم. این نویگاری رو میتوانید از اول تا آخر گوش کنید. ماه ایون کدام روزها ساعتی چند در ام صخر و شهر مسکو عریضه ها قبول می شود برای گرفتن کوتا. عزیز ازبک دوستlar, ko'p savol berdilaring kvota uchun Moskvada sahrada. Bugun videoda men tojikcha gapiraman, videoni pastida o'zbekcha yozaman. Savollar bo'lsa kommentariyaga, videoni pastiga yozinglar, savollaringga javob beraman. برای همین به شما گفتنیم که با زبان تاجیکی برآمد میکنم، ساده کرده میفهمونم. با زبان ازبکی روسی در پایان ویدیو مینویسم در کامنتاریات، چون که زیاد شهروندان گوناگون با زبانهای گوناگون سوال میدین. روسی نویسم، ازبکی نویسم، فهم‌تر میشد برای اونها. اگر با 3 زبان گپ زنم، با 4 زبان گپ زنم، ویدیوی من قریب 1 ساعت 2 ساعت میشود. وقتی نفرانی که سوال دادید با دقت گوش کنید درباره کوتا، غیر این نفرانی که کامپیوتر دارید یا که تلفن در دست دارید، مرحمت در یاندکس نویسید MMS. وقتی نویسید بینید خودش میبرید. من официальный сайт میبرید. من MMS صخره و официальный сайт در اومدید. انا می صفحه که برآمد، انا ایرا زیر میکنید. انا اینا که زیر کردید، حتی میتونید لیچنی کابینت کشوید. اگر نفرانی لیچنی کابینت دارید، تمام سوال ها رو به همین لیچنی کابینت صفحه شخصی میدید و جواب میگیرید. سرگردان نمیشوید، نمیگردید اداره به اداره. ببینید در صفحه شخصی درباره РВП вид на жительство, гражданство و نسیتل روسکی языка دانستن زبان روسی همه سوال ها رو میتونید در همون صفحه شخصی داده و جواب گرفته. نفرانی خواهید که با واسطه تلفن فهمید، سپراوشنی تلفن خطی، یعنی سپراوشنی معلومات گیرید. مثلا من رقم تلفن دیدید، همین رقم تلفن خطی میتونید زنگ زده پرسید و شما میفهمونم. همین رو گفتنیم که من همین صفحه که در اومدید، من اینسترانی گراجدان دیدید، همینجا میداروید. اینجا درباره پاتین، درباره کور، درباره همه سوالهای شما میتونید که جواب یابید. وزیر سوال درباره بسیارتر به من داده شد درباره کوتا. من برای همین حوزه کوشش میکنم که همین درباره کوتا فهمونم. من РВП вид на жительство را زیر کی کردید، منم خیلی صفحه میبراید. همین صفحه که برآمد، پورا خونه زبان روسی رو حتما یاد گیرید. شهروند شدنی باشید، زبان روسی در مد اول از خواهید نخواهید. در هر مرحله که اوجد میسپرید РВП вид на жительство, гражданство, زبان روسی امتحان میسپرید، سرتیفیکات میگیرید. به سرتیفیکات حجت های شما رو قبول نمیکنم. برای همین زبان روسی رو خوب یاد گیرید. و برای کوتا من امروز به شما میفهمونم. من بینید نستگی подача заявления о выделении квоты. دیدید پورا من بینید 1, 2, 3, 4 ایون 2021 سال. انا بینید روزی دوشنبه تا پنجشنبه ای 9 تا 5 قبول میکند، روزی جمعه ای 9 تا 4 قبول میکند. کدام حجت لازم اینجا نوشتگی. اگر به زبان روسی صرفم نروید، من با ویدیو دارم در همین کانالم، مرحمت بینید. در همون ویدیو پورا گفتم کدام حجت ها رو باید شما گیرید و برده همراه عریضتون سپارید و کوتا گیرید. و کوتا مدت 30-35 روز مثلا گیریم جوابش میبراید. تا اون وقت شما بپروا نیستید، خبر گیرید و فهمید. کوتا در همین درآمدگاه 1، چخیل من این درآمدگاه من نشون دادم، درآمدگاه من 1 همین عریضه کوتا قبول کرده میشه در همون MMS صخر و مسکو. دیگرش من درآمدگاه 5 زاپس میکنن آدم اویدی حجت سپاری РВП وینژه. درآمدگاه 3 حجت ها رو میسپارن. درآمدگاه 6 حجت های تیار رو میگیرن. برای همین صفحه که در اومدید همش به شما پورا فهمو می شود و شما می توانید که ویدیو رو بینید، پورا استفاده برید. سوال ها باشه در پایان ویدیو در کامنتاریا نویسید. من همون ویدیو رو که بینم حتما کامنتاریا بینم که سوال ها باشد، کوشش میکنم به سوال های شما جواب گردونم. و من چندین مرتبه تکرارا خواهش کردم به من زنگ نزنید با واسطه ایمو واتساپ. من زنگ های تلفنی رو قبول نمیکنم، امکانیت ندارم، وقت ندارم. فقط میتوانید در پایان ویدیو سوال خود رو نویسید، با سوال خود جواب گیرید. نفرانی خواهید که اگر سوال های شما رو کسی نخواند، مرحمت من مسنجر دارم، فیسبوک دارم، سایت одноклассник دارم و واتساپ ایمو دارم. فقط голосовой یا сообщение روان کنید، زنگ نزنید. من سوال های شما رو بینم، وقت امکانیت شد جواب میدهم. و ویدیو را از اول تا آخر دیدید و
кӯшиш кунед падилитса кунед, фиристонед ба дигарон, то ки ҳамватанон бинанду мушкили ҳамватанон низ осон шавад. нафароне хоҳед ки тезтар видеоҳои ман ба шумо расад, марҳамат, агар хоҳед обуна шавед, подписат кунед ва видеоҳои манро сари вақт шумо мебинеду истифода мебаред. ҳамин саҳифаро ки ёфтед, шумо имконият пайдо мекунед ба тамоми саволҳои худ ва навигариҳо ҷавоб мегиред. ва ғайри ин гуфтаниам ки метавонед ин видеоро ба дигарон фаҳмонед, расонед, то ки дигарон низ ба саволҳои худ ҳама вақт аз ҳамин саҳифа ҷавоб ёбанд. дар амони худованд бошед. саволҳо бошад, марҳамат, дар поёни видео дар комментария нависед.